جان بابا. در خدمت متین خانم هستیم در یک سری از آزمایشات ساینسی دانشمندی. والکانو چی نداره، فقط این وسته اینجا. والکانو به فارسی چی میشه؟ نمیدونم. آتش فشان. خب بابای 5 drops of red pigment. خب چه کدوم؟ توی این واتر باید بریزی بعد همش بزنی. دستمال من الان اینو باز میکنم. خونی میشه. به این دستم خون نیستش بابا. 5 drops باشه بابا. One, come on, 1, 2, 3, 4, 5. حالا همش بزن. 5. آره. خوبه؟ نمیدونم باید خوب هم بخوری دیگه. آره خوبه. measuring اسپون 2.5. اینه 2 but you dot there but you 5. آفرین درسته. That's purple dust. باید یه قاشق سیتریک اسید بریزی. کدوم اینه؟ بابا اینه؟ نه اینه. سیتریک اسید اینه. بیکینگ سودا اینه. یه قاشق از این یه قاشق از اون باید بریزی اینجا. یکم ریختم. اشکال نداره. چه خوبه؟ سرپر باید بشه دیگه. خیلی خوب. حالا نه حالا بیکینگ سودا باید بریزی. نه ببن. چرا بیکینگ سودا؟ باز میکنی لیدشو. یه لید دومی هم داره. بابا جانو دارم یه لید دیگه هم داره. چی داره؟ اینو برای من باز کن. نایسه نه باید همیشه باشه و باید همیشه چشمگیر داشته باشه و یعنی چشمگیر باشه و موبایل تلیو بردی کلیداتو بگیر روی میز. اوکی. دانشمند جوان متین شکیل. بعد لونت که چشمان رو پروتکت کنه و یعنی چشمان کور رو میمیره. نمیدونم پرنتلی چی کار میشه بکرد ولی فکر کنم چشمان میمیره. مرسی آقا. این آقای دانشمند اول و میرم بابا.
خب بیکینگ سودا جی آره بیرسه اوکی. آقای دانشمند خودتون نشون بده تو کرما. آقای دانشمند جانم. آها من به چه چیز بگم. فلیپ خب بابایی ببین بابا اول نیست دو تا- من بچه. خب من دار سلام زن میگم بابایی دیگه. ببین والکینو خب تو هارت زمین، تو مرکز زمین یه عالمه ماگما وجود داره، فشار زیاد وجود داره و اونجا پر مواد مذابه، درسته؟ وقتی که اینا فشار میارن از رو پوسته زمین هر جا ترک برداره از اون ترک فواره میزنن میان بیرون که به اون گدازه هایی که میان بیرون بهش میگن ماگما، درسته؟ بعد اینجا ما سیتریک اسید داریم. خب سیتریک اسید اسمش روشه، اسیده. بیکینگ سودا خب آلکالاینه. یعنی چی؟ یعنی بازه. اسیدا و آلکالاین با همدیگه واکنش نشون میدن. خب وقتی تو معرض آب باشن، تو محیط مایع باشن، با همدیگه واکنش نشون میدن، پر بابل و چی میشن؟ گرما میشن که ما میخوایم اینو چیکار بکنیم؟ انجام میدیم. گرم نمیشه بابا، خالی نباید گرم بشه بابا، گرم نمیشه، آره داغ نمیشه کلا واقعا. یا چرا داغ میشه؟ داغ اینجا دیگه داغ میشه دیگه. آره دیگه بیکینگ سودا و اسید آب بریزیم واکنش نشون میده، هم بابل تولید میکنه هم گرما، هم تمپرچر میره بالا، هیت تولید میکنه. حالا یه خورده مثل آوین آروم. نیستش که، نه اونجوری نه، گرمتر میشه. یکم گرم، درست. زیاد گرم مثل آوین نه که واقعا الان چی کار کنم؟ الان باید آبی که اینجا درست کردیم آروم بریزیم داخلی. و چیجی؟ با کدوم؟ نه بدون اسپون، اینو با هم میتونی تو بیکر بکنی؟ بریز. من بریزم؟ آره. چشم. من یکم سکردم، من زیاد آروم نمیریزم. میخوام خودم بیرم. چه واکنش نشون داد دیدی؟ میسوزم اگه دست بزن بهش. واو، اگه بهش دست بزن میسوزم؟ نه ولی خب اسیدی و الان چیز دیگه واکنش داغ شیمیایی. نیست این بابا، لعنتش صورتم داغ نیست. دوباره فکرم دیگه آخرین بار باشه دیگه واکنششون تموم شد، هرچی بود واکنش نشون داد. خب بابایی چه نتیجه میگیریم از این آزمایش؟ 2 تا چیز رو مشاهده کردیم. یکیش اینه که این خیلی بیشتر شبیه. بکنیم از یکی؟ یه بار دیگه این کار انجام بدیم. نه ها یه آزمایش دیگه. آره یکی آره. کافی نیست بر روز. خب نگاه کن بابایی، اول نتیجه گیری آزمایش هم خیلی مهمه دیگه. 2 تا چیز امروز یاد گرفتیم. یکی این که تو مرکز کره زمین یه عالمه گدازه هستش، درسته؟ که این در واقع گدازه ها تحت فشار که قرار میگیرن از کرک های روی پوسته زمین پرتاب میشن میان بیرون و آتش فشان تشکیل میدن یا والکینو، درسته؟ دومیش فهمیدیم که اسید سیتریک اسید یه اسیده و بیکینگ سودا چیه؟ آلکالاینه.
یا بازه. اسیدها و بازها یعنی اسیدها و آلکالاین ها در مجاورت آب واکنش نشون میدن و تولید گرما و بابل میکنن. پس اگر یه جای اسیدی بود یه جای بازی بود نباید اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنن، چون ممکن تولید حرارت و آتش سوزی حتی بکنن. درسته؟ باید مواظبشون باشیم. همیشه اسیدها رو از بازها جدا باید بکنیم، چون اینا با هم برسن با هم واکنش نشون میدن، بابل تولید میکنن و گرما. بابا جان یه بابا تشکیل شد روی من عمل و سرد بود بیشتر از گرم. اون به خاطر آبشه. خب بعد میزان اسیدی بودن و بازی بودن هم مهمه. اینا زیاد اسیدها و چون برای پیتزا ساخته شده این دوتا ماده رو انتخاب کردن که خیلی اسیدی و یا خیلی بازی نباشن، ولی بازها و اسیدهای خیلی قوی داریم که ما باید اگه نیمچه رید کنیم باید یه اداد باید باشه. بله، چون کیت هست دلیل نمیشه که مثلا هر کار دوست دارم بکنی. باید یه ادالت هم باشه که سوپرویژن داشته باشه. بله دقیقا درسته. مرسی بابایی. خب این آزمایش ما تموم شد. درسای خیلی خوبی گرفتیم. میتونی نو بریزی؟ بله اینا رو الان تمیز میکنیم.